سلام عزیزای دل، امید که صحتمند و سرحال باشید. کامنت گذاری یا کامنت یکی از مهمترین کارها در توسعه دیتابیس است. مخصوصا وقتی روی پروژه های بزرگ کار میکنید یا تیمی کار میکنید. کامنت گذاری چی میکند؟ کمک میکند بفهمیم هر جدول، هر ستون، هر ایندکس یا هر فانکشنی که ما ساختیم چی کاربردی دارد. یعنی ما توضیحاتی نوشته کرده میتونیم در مورد چیزی که ساختیم یا چیزی که انجام میدیم یا فانکشنی که نوشتیم یا تابعی که نوشتیم در مورد اون چی هست، یک توضیحات ایراد داده میتونیم با تیم های ما، با هم تیم های ما که اونا هم چی کردن اونا دیده بتونن. فرض مثال بالا یک پروژه بزرگ کار میکنیم با 10 نفر. مثلا ما یک فانکشن نوشته میکنیم در داخل دیتابیس، اونمو فانکشن چی میکنیم برش نوشته میکنیم یک کامنت یا یک نظر تست، یک توضیحات نوشته میکنیم برش که اینمی تابع یعنی چی کارهای را انجام میده. بعد از او تا چی هست دیسکریپشن یا او توضیحاتی که شما نوشته کردین را یک هم تیمی شما هم دیده میتواند و اون را چی کرده میتونه فهمیده میتواند. این کاربرد چی هست؟ کامنت یا نوشته کردن کامنت در داخل دیتابیس ها. و در داخل دیتابیس پوستگریسکل ما چه کامنت داریم. خب کامنت چه اهمیتی دارد؟ کامنت یا توضیح متنی است که برای توضیح عملکرد یا هدف یک شی در دیتابیس نوشته می شود بدون اینکه روی اجرای دیتابیس تأثیری بگذارد. یعنی ما هر چقدر کامنت نوشته کنیم روی اجرای دیتابیس ها تأثیری نمیگذارد. یعنی دیتابیس ها اینا رو چی میکنند؟ ایگنور میکنند، یعنی از بالاش میگذرد و هیچ عملکردی را دیتابیس ها انجام نمیده. یعنی به هیچ سرور دیتابیس یا به هیچ جزئی از دیتابیس چه تغییرات ایجاد نمیکنه، چون که یک توضیح است و همین خاطر چه است اجرای دیتابیس ها را مختل نمیکنه، کدام تاثیر نمیگذارد. مزایای کامنت نویسی یا کامنت گذاری چه است؟ یک مزایاش هست مستندسازی دیتابیس ها، یا دیتابیس ها را مستندسازی کرده میتونیم، چیزهایی در موردش نوشته کرده میتونیم در مورد دیتابیس، تیبل، دیتا ها، ویو ها، ایندکس ها یا فانکشن ها، هر چیزی که نوشته خواسته باشیم در موردش مستندسازی کرده میتونیم. کمک به تیم توسعه برای فهم بهتر ساختار دیتابیس ها است و خاطر هم تیمی های ما هم چه است از ساختارها استفاده کرده میتونیم چون که اونا چه هستن به صورت درستی بفهمن که ما چی نوشته کردیم. بعض وجه داریم راحت تر کردن نگهداری و توسعه چه است آینده دیتابیس ما. صحیح راحت تر میکنه تا وقتی که یک کسی دیگه هم ازش استفاده کنه بفهمه که ما در حقیقت چی نوشته کرده بودیم. و همین خاطر از چی نوشته میکنیم؟ از چه کامنت های استفاده میکنیم. جلوگیری از سوء تفاهم درباره هدف یا نوع دیتا ها. خب بیاین کامنت ها رو نوشته کنیم. چگونه کامنت نوشته کرده میتونیم؟ در پوستگریسکل بعد گذاشتن کامنت روی اشیا دیتابیس از دستور استفاده میکنیم که کدام دستور است؟ ما در اینجا اول دستور به شما نوشته میکنیم کامنت نوشته میکنیم آن بچی بالای چی کنیم نوشته میکنیم object underscore چی است تایپش. object تایپ ما چی است؟ object underscore name و name میشه چی میتیم is میتیم و بعضو چی است کامنت ما را نوشته میکنیم و یک سمیکولن میتیم. این چی است؟ ما در حقیقت در اینجا یک کامنت نوشته کردیم. کمکی را خرد کنیم. ببین در اینجا ما چه کردم؟ در اینجا من کامنت نوشته کردم. اولی چی است؟ کامنت نوشته کردم بعضو آن بالای چی؟ بالای object تایپ ما چی است و بعد چی است object نام object ما چی است و بعضو چی است این کامنت ماست. یعنی باید object تایپ ما یعنی چی بوده میتونه؟ object تایپ ما یک تیبل بوده میتونه، یک کالم بوده میتونه، یک دیتابیس بوده میتونه، یک ایندکس بوده میتونه، یک ویو بوده میتونه. اینا چی هستن؟ تایپ های object ما در اینجا نوشته بکنم object type object underscore چی است تایپ. مثلا چی چیزها بوده میتونه؟ دیتابیس بوده میتونه، خب تیبل بوده میتونه، خب چی است کالم بوده میتونه، دیگه چی است ایندکس بوده میتونه. اینا چی هستن؟ اینا کلشون object تایپ های ما هستن. یعنی ما بالای چی چیز میخوایم که چی کنیم کامنت بدیم اینمی object تایپ های ما هستن. object name ما چی هست؟ object name یعنی اینمی نام object ما که ما نوشته میکنیم، نام object ما را که ما خود ما میتیم. فرض مثال نام object ما چی بوده میتونه؟ نام object ما بوده میتونه مثلا نام تیبل ما. درسته؟ اونم چی هست؟ نام object ما بوده میتونه. و بعضی چی هست is بعد از is یک در داخل چی هست سینگل کوتت ما کامنت خود چی میکنیم نوشته میکنیم. صحیح است؟ خب میایم در اینجا اول خب ببینیم که چند تا تیبل داریم. 3 تیبل داریم کاستومرز، امپلویز و استودنت. و امپلویز چی میکنیم؟ یک کامنت میتیم. صحیح است؟ اگر امیال select star
from چی کنیم from employees کنم تا داخل چی هسته اینمی دیتا ها وجود داره چی میکنیم یک کامنت میتیم چی هسته کامنت یا اشتباه کردیم کامنت هسته آن چی آن تیبل آبجکت ما چی هسته تایپ آبجکت تایپ ما تیبل هسته و نام آبجکت ما چی هسته نام آبجکت ما هم employees صحیح است و بعضو از نوشته میکنیم و نوشته میکنیم کامنت ما را بعضو سمیکولن در داخل کامنت چی نوشته میکنیم employees table is the best table in the world صحیح است employees table is the best table in the world درست است هیچ هست ببین یک کامنت ما چی شد ایجاد شد ما در حقیقت آمیال یک کامنت ایجاد کردیم داخل تیبل employees صحیح است داخل تیبل employees یک کامنت چی کردیم ایجاد کردیم ما بالای ستون ها هم کامنت داده میتونیم مثلا بالای نمی ستون ها first name last name age یا department هم چی کرده میتونیم کامنت داده میتونیم ببینید اینا رو چی کنیم انجام داده میتونیم کامنت نوشته میکنیم خب معلوم است آن نوشته میکنیم معلوم است نام آبجکت تایپ میتیم که چی هستن آبجکت تایپ ما کالم است صحیح است نام آبجکت تایپ ما چی هست کالم است و نام چی هست آبجکت ما دیگه چی هست employees دات در داخل تیبل employees چی هست کدام کالم در داخل employees ما کالم first name و first name چی میگیم یک کامنت میتیم چی هست is نام کامنت سمیکولن نام کامنت چی میتیم first name ببین در اینجا first name اشتباه کردیم first name اینه first name صحیح شد حالا چی میتیم first name is our چی هست is our identity درسته first name is our identity و first name چی کردیم یک کامنت دادیم در اینجا چی شد of relation employees does not exist این چی میگه first ببین اینجا first underscore name بود first name نیست first چی هست underscore name اینه حالا ببین کامنت ما چی شد ایجاد شد یک کامنت دیگه هم میتیم با چی با ایج یا با department میتیم با department چی میتیم یک کامنت میتیم که ما نوشته میکنیم چی department is very چی هست important for our use cases درست است use cases یک کامنت دادیم با چی با department ما صحیح شد سه تا در اینجا کامنت دادیم حالا اگر میخوایم که روی دیتابیس ما هم یک کامنت بدیم ما در کدام دیتابیس در دیتابیس کمپانی میخوایم در روی دیتابیس ما هم چی کنیم یک کامنت بدیم نوشته میکنیم دوام چی هست کامنت آن چی هست آبجکت تایپ ما چی هست دیتابیس آبجکت تایپ ما دیتابیس نام آبجکت ما چی هست حالا نام آبجکت ما هم دیتابیس هست دیتابیس ما چی هست کمپانی is نوشته میکنیم و بعضو کامنت نوشته میکنیم this is my greatest نوشته کردیم غلط greatest database in the world چی هست با دیتابیس ما هم یک کامنت دادیم ما در این حال چند کامنت دادیم یک کامنت خب با تیبل امپلایز ما دادیم یک کامنت دادیم با فرست نیم ما کالم ما یک کامنت دادیم فرست نیم با کالم دپارتمنت ما و یک کامنت هم دادیم با دیتابیس در اینجا 4 کامنت دادیم صحیح است ما در اینجا چی دادیم 4 کامنت دادیم حالا چی میکنیم حالا کامنت ها را ما حذف نموده میتونیم صحیح است ما کامنت ها را خود دادیم حالا اینا رو چی کرده میتونیم حذف نموده میتونیم درست است خب در اینجا قبل از اینکه کامنت ها را حذف کنیم یک چیز را میخوایم ما به شما در اینجا نشون بدم چی است که چی است ما کامنت ها را دیده هم میتونیم یعنی چی میکنیم در اینجا کامنت ها را میبینیم حالا ما چند تا کامنت داریم و چی هست کامنت ما هست ما کامنت ها را چک کرده دیده هم میتونیم برای دیدن کامنت ها نوشته میکنیم که select چی هست obj underscore description صحیح است underscore description بعد از در داخل سینگل کوت چی هست نام تیبل ما را میتیم ما امیال میخوایم چی را ببینیم امیال میخوایم که تیبل ها را ببینیم یعنی کامنت هایی که روی جدول نوشته کردیم اونها را میخوایم ببینیم employees
صحیح است. امپلاییز رو نوشته کردیم، بعضو چی نوشته میکنیم؟ بعضو رگ کلاس. اینجا اشتباه کردیم به خیالم. امپلاییز این دوتا میشه، میبخشید. ببینید در اینجا چی هست؟ ما در تیبل خود چی کرده بودیم؟ یک کامنت داده بودیم به نام چی؟ امپلای تیبل is the best table in the world. صحیح است. بر تیبل امپلایز ما یک کامنت داده بودیم و این چی هست؟ کامنت ما است که ما دیدیم. درست است. امپلایز تیبل is the best table in the world است. شما نوشته میکنید select object underscore description، بعضو نام تیبل خود میتیم و بعضو دوتا چی هست؟ ببینید دبل چی هست؟ کلن است. دبل کلن و رجیستر کلاس است. و با قسم شما چی هست؟ کامنت های روی دیتا چی هست؟ تیبل هایتون را دیده میتونید. اگر ما کامنت های روی ستون ها را دیده بتانیم، او را چگونه انجام داده میتونیم؟ صحیح است. اگر ما بخوایم که دیتا هایی که روی ستون ها وجود داره اونا را ببینیم، اونا را چگونه دیده میتونیم؟ به خاطر دیدن اونا نوشته میکنیم که چی؟ select چی است؟ call. صحیح است. underscore description. بعد از description چی است؟ بعد از description نوشته میکنیم نام چی است؟ تیبل ما را. بعد از اون نوشته میکنیم چی است؟ نام رجیستر کلاس ما را. رجیستر کلاس ما را نوشته کنیم چی است؟ ordinal underscore position. بعد چی است؟ from information underscore چی است؟ schema underscore چی است؟ schema dot columns. صحیح است. schema dot چی است؟ dot columns. صحیح است. بعد چی میکنیم؟ where table underscore name ما مساوی به چی باشه؟ مساوی به employees and column underscore name ما هم مساوی به چی باشه؟ first underscore name. ببین در اینجا شما کامنت های روی ستون ها رو هم دیدم. first name is our just identity. اگر ما دوباره کردیم به جای first name department نوشته کنیم، چون که به department هم چه داده بودیم؟ department هم چه داده بودیم؟ یک کامنت داده بودیم. ببینید کامنت department ماست. یعنی ما کامنت های روی جدول هم دیده میتونیم، ما کامنت های روی چی است؟ روی ستون ها رو هم چه میتونیم دیده میتونیم. خب آخرین عملیات ما چی هست؟ عملیات حذف کامنت هاست. ما کامنت ها را چگونه حذف نموده میتونیم؟ نوشته میکنیم به خاطر حذف کامنت های ما چی هست؟ کامنت آن تیبل امپلاییز و چی هست؟ is null. وقتی که شما نل نوشته بکنین نمی چی هست؟ کل کامنت هایی که در داخل تیبل امپلاییز بود اونم های چی میکنه؟ پاک میکنه. ببینین کامنت چی که در حال عمل کامنت پاک کرده. اگر ما تیبل چی را ببینید در داخل تیبل امپلاییز هیچ کامنتی نیست، چون که ما در اینجا چی کردیم؟ کامنت نل کردیم. نل به این معنی است که چی میکنه؟ یعنی مقدارتون رو نل میکنه، یک کامنتتون هم کاملا از بین میبره. صحیح است. نل گفتنش اینه، به این معنی است که مکمل چه مثلا کامنت های تیبلتون را از بین میبره. خب عزیزای دل بود، ویدیوی امروزی و درس امروزی ما در مورد کامنت ها که ما در داخل دیتابیس پوستگره چگونه کامنت ها را ساخته میتونیم، چگونه کامنت ها را خوانده میتونیم. مثلا ما دیتابیس کامنت ساخته میتونیم، با تیبل کامنت ساخته میتونیم، با کالم ها کامنت ساخته میتونیم و بعض اونها چیکار میتونیم؟ دیلیت هم کرده میتونیم. اگر ویدیو خوشتون آمده دوست عزیز لایک، شیر و سابسکرایب کنید تا دیدار ویدیوهای بعدی هم. خدا یار و نگهدارتان.